ورزش کنید، محکم ورزش کنید، خاطر اینکه بدن سالمه که میتونه روح قوی تو خودش جا بده. ورزش کنید، توش آب یخ بگیرید، سطح فرکانستون رو ببرید بالا، مراقبه کنید، مدیتیشن کنید، غذای سالم بخورید، گیاهخواری کنید، توی طبیعت پیاده روی راه برید، تو طول روز چند ساعت از گوشیتون فاصله بگیرید. سعی کنید تو طول روز حداقل نیم ساعت به آسمون نگاه کنید تا چشم سومتون فعال بشه. سعی کنید ارتباطتون رو با سوشال مدیا کمتر کنید. سعی کنید با افراد منفی ارتباط نداشته باشید. سعی کنید مهربون بودن رو یاد بگیرید.